چهارگوشه حیات یک تریدر که برای معامله‌گری ضروریه. من بهش میگم چهارگوشه موفقیت. حالا شاید اسامی دیگه هم داشته باشه. این چهار گوشه برای من خیلی مفید و حیاتی بوده. امیدوارم برای شما هم مفید باشه. خب حالا بریم ببینیم که این چهار گوشه موفقیت چی هست. گوشه اول مربوط به استراتژی منظم، پلن معاملاتی و هر چیزی که مربوط به تحلیل و چارت میشه. نکته مهم این بخش هم اینه که با پول کم دنبال سود زیاد نباشیم، چون یک سرابه و از موفقیت خبری نیست. منظورم اینه که مثلا کجا خارج بشی، کجا وارد بشی و چجوری مدیریت سرمایه و مدیریت ترید داشته باشی. گوشه دوم هم جمله معروف این کار که میگه ترید کردن باید شغل دوم باشه ولی درآمد اول. یعنی یه تریدر نباید نیاز روزمره زندگیش بسته به میزان سود یا زیان اون روز یا هفته باشه. گوشه سوم تفریحات سالم یا کوهنوردی، استخر یا ماساژ هستش. من معمولا هفته هایی که ریلکس میکنم یا استخر میرم برآیند بهتری دارم. گوشه چهارم هم سرمایه لازم برای معامله گریه. صادقانه بگم اگر جای دیدین گفتم بهتون که ما $100 رو در از یک ماه به $1000 یا $10,000 تبدیل میکنیم، به هیچ عنوان باور نکنید.